السلام علیکم برادرای عزیز، سلام علیکم با کل مردم کانال خیر مهاجر، کسایی که تماشا میکنین و حرمت میکنین، سلام خودم به همتون میرسونم. انا برادرای عزیز، یک چی گفتنی هستم که هر کاری که میکنیم اول با باوری میکنیم. هر کسی که باوری داره значит میتونه. برای برادرای عزیز، ما هیچ وقت ناامید نیستیم، برای که بنده با امید است شیطان ناامید میگن. برادرای عزیز، این ویدیو برای چکی به همون نفرای آخرت میکنین. значит شما قطعی پدر و مادر، زن و فرزند یا خواهر یا برادرتون انا همین خیل ادنشینی دارین که نسبت یک برادر دیگر انا همین فکرای بد دارین و فکرای بد در کامنتر می نویسین. نوشتم بگیریم برای که با قول تاجیکی ما میگن شما زورای پشت اکرانین. باید در حیات ما انسان ها مردک شیم. مردک هیچ آخرت نمیکنه. همون مردک که ای پیش میویا هم صحبت میشه و میفهمه چی گپی حقیقت در کجا های. شما که زنگ فعلایی که در کامنتری آخرت میکنین از مادر، از خواهر، از چی راست که همون کار من کرده باشم، شما هم میگین که مادر تا فلان کنم و خواهر تا فلان کنم، اپا تا فلان. شما از ما چی کمی دارین؟ یک کس از همون آدمی که هم کاری بد کرد شما آخرتش میکنین. شما از همون چی کمی دارین؟ شما هم وقتی فلان میکنین میگه تامز نچ زیناکار میشه رنگ همون آدم. برای همین صبر کنین برادرای عزیز، خواهرای عزیز، صبر کنین. حقیقت یک روز نه یک روز روی او میبره که کی حق است و کی ناحق است. همش میرود. من گناه کردم نزد خداوند جواب میتیم، تو گناه کردی تو هم در نزد خداوند جواب میتی. یگان تا حق نداری که من در نزد یک تا شما گناه خدمت جواب بدم. یگان ذات حق نداری. هر گناهی کردم در نزد الله جواب میتونم. این خیلی گپ میزنه یا در کامنتری می نویسین. فقط یک چی میگم که از خداوند بترسین که پیش از یک تهمت کردن در یک جو یک نوار یا ویدیویی که میکنین، فقط از خداوند بترسین که پیش از یک تهمت کردن. همین میگم هر چیزی که میخواین کردن بگیرین. خداوند خود شاهد است. وقت ساعت روز میاره که حقیقت روی او میبره. بعد میبینین که کی زیناکار است، کی خیانتکار است و کی حقیقت کار است. همش خیتون میبینین. برای همین قید شما را گفتن نیستم شخصایی که آخرت میکنین. آخرت با کردم بگم. همین کامنتری از شما و شخصایی که حرمت میکردین تا امروز زبروی کردیم، بیمارا را معیوبا را دستگیری کردیم، باور کرده یاردم کردین. هزار رحمت به پدر و مادرتون، هزار رحمت به هر یک باوریتون که امروز در بر ما هستین. هزار رحمت به همتون. خداوند نگهبان بوده در هم هر کی جای باشه. خداوند نگهبانتون باشه. انشالله که باز هم به غریبی مییم، باز هم کار و بار فعالیت او یک کس برادرای عزیز بلیتو هست به تمام دنیا. عین حال در وطن هستیم. تا واتساپ کار میکنم میتونیم بنویسیم بده کجا با کجا کدام چیزلا. انشالله که اتفاق میگردونیم. باقی سربلند و خانه آباد باشین. خداوند نگهبانتون باشه. هر کجای باشه نباشین. باز داخل میگم که هر کسی گناه میکنه در نزد الله خودش جواب میده و هر کسی که تهمت میکنه نسبت یک برادری خودش او هم در نزد الله به این تهمتی کرده که جواب میده. باقی سربلند و خانه آباد باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.